سخنان تازه و باور نکردنی حسام فرزان درباره رابطه‌اش با علی انصاری. بالاخره حسام فرزان تمامی رازها را برملا ساخت. علی انصاری به چه دلیل شوهر اولش جدا شده است؟ حقایق و رازهای ناگفته زندگی علی انصاری در کشور انگلستان و نشر تازه ترین آهنگ علی انصاری و حسام فرزان. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. حسام فرزان یکی از هنرمندان با استعداد، موفق، توانا و یکی از چهره‌های جوان در هنر موسیقی افغانستان است. وی با اشتراک در برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع توانست در این پروسه رقابتی خوب بدرخشد و آهنگ‌های برای دوستداران و طرفداران صدایش سرود. جدیداً حسام فرزان که بعد از تحولات سیاسی در افغانستان در کشور کانادا زندگی می کند، با سرودن آهنگ‌های دوگانه با علی انصاری در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت بسزایی کسب کرد. این همه در حال است رفتار عاشقانه حسام فرزان با علی انصاری در جریان ثبت آهنگ‌هایشان و کنسرت‌های مشترکشان بارها مورد نقد شدید علاقه‌مندان و دوستدارانشان قرار می‌گیرد. علی انصاری هنرمند بی‌بدیل کشور در انگلستان زندگی می‌کند. وی بعد از آن که از شوهر اولش جدا شد به هنر موسیقیش پرداخت. یگانه دلیل جدایی علی انصاری از شوهرش مخالفت‌هایش در برابر هنر موسیقیش بوده است. ولی تاکنون رازهای تازه درباره علی انصاری و حسام فرزان از زبان هیچ یکی برملا نشده است، ولی رفتار عاشقانه و سرودن آهنگ‌هایشان بارها مورد نقد شدید قرار گرفته است. ولی ما در انتظار نشر تازه‌ترین آهنگ‌ها از این هنرمندان با استعداد کشور خواهیم بود. عزیزان و دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان علی انصاری و حسام فرزان به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضو شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.